رسیدیم به دومین روز از فروردین و من امروز تصمیم گرفتم که قهوه نخورم. ولی خب الان ساعت 4 و تا همین ساعت بیشتر دوام نمی‌کنم. الان قهوه خوردم، انگار وارد یه دنیای دیگه شدم. حدوداً یه سری کارم انجام دادم ولی خواستم که از اینجا به بعدش شما رو همراه خودم داشته باشم. پس بزن که بریم. یکی از روش‌هایی که پیدا کردم این که زبان خوندن رو برام لذت بخش‌تر کرد اینه که یه آینه بذارم جلوم، یه آینه کوچیک و خودم رو ببینم و اون مکالماتی که دارم میگم، اون کلمات جدید، اون تلفظا، بعد خودم نگاه کنم و با خودم صحبت کنم. یه چیز دیگه که می‌خواستم بگم که از درست سال عوض شده، عددش از 403 شده 402، نه 404 ولی خب نیو یر نیومی نیست، تو همون آدمی، تغییر نکردی. حالا شاید بتونی به اساس اینکه سال جدیدی شده کارهایی که قبلا می‌کردی رو نکن، حالتایی که قبلا داشتی رو نداشته باشی. آره وگرنه تو همون آدمی، فقط یه عدد جابجا شده. این شکلی نیست که از لحظه سال تبدیل به این ور تو تبدیل به یه آدم دیگه شی. اصلا این شکلی تو دقیقا همون آدم با همون عادت بد و خوب قبلت. زبانم رو خوندم خب، ولی یه چیزی بهتون بگم، زبان خوندن رو این شکلی شروع کردم که صرفا این شکلی نباشه که زبان بخونم رفت چیز. 1000 دفعه گفتم نه یا تو اتاقم، 1600 دفعه گفتم این شکلی نه یا تو اتاقم. ماما ببر. دوست دارم از تموم احساساتم بیام بهتون بگم، چون حس خوبی بهم دست میده که حتی اگه یه نفر این ویدیو رو ببینه و بگه که حس خوبی بهمون القا شد، یعنی که یه نیروی اومد تو وجودمون بریم کارامون رو انجام بدیم. از اینکه کسی بهم بگه ازت انرژی گرفتم واقعا خوشحالم.